در ایران باستان، معیارهای زیبایی تفاوت‌های قابل توجهی با امروز داشت. در آن دوران، بینی بلند و استخوانی نشانه جذابیت و وقار شمرده می‌شد و مردان قد بلند با چنین ویژگی‌هایی از جذابیت بیشتری برخوردار بودند. بررسی‌های ژنتیکی و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که فرم بینی ایرانیان از گذشته تا امروز غالباً کشیده، استخوانی و برجسته بوده است. همچنین وجود فک کوچکتر در چهره ایرانیان باعث برجسته تر دیده شدن بینی می‌شده و همین امر به عنوان یکی از ویژگی‌های ظاهری رایج و پذیرفته شده شناخته می‌شده است. در نقش برجسته‌های تخت جمشید نیز می‌توان مشاهده کرد که 2500 سال پیش مردان ایرانی همین ساختار چهره را داشتند. چهره‌هایی با بینی بلند و ظاهری با صلابت. اکنون این پرسش مطرح است: با چنین پیشینه تاریخی و ویژگی‌های ذاتی، آیا واقعاً نیاز به تغییرات گسترده در ظاهر و انجام عمل‌های زیبایی داریم؟ تلویزیون تاریخی پارساوکس. برای حمایت و ادامه ویدیوها لایک و عضویت در کانال رو از ما دریغ نکنید.